آیا تا حالا شده که به ذهنتون بزنه که یه دفعه جن و ارواح احضار کنید؟ یا اینکه در مورد دنیای ماورا قصد داشته باشی که اطلاعات جمع آوری کنی و بازم انجام دادن این کاری هر کسی نیست. توی این ویدیو میخوام در مورد چند تا بازی به شدت ماورایی صحبت کنم. بازی هایی که خیلی از افرادی که این بازی ها رو انجام دادن چندین سال درگیر اتفاقات ماورایی بودن. خیلی ها تسخیر شدن، خیلی ها کلن زندگیشون نابود شده و خیلی هم عاقبتشون مرگ بوده. بازی هایی که فکر نکنم اسمشون رو بشه بازی گذاشت. نظر شخصی من اینه که اسمشون رو باید گذاشت سرک کشیدن توی دنیای ماورا که برای بکس عزیز پارت اول این ویدیو ساخته شده که لینکشو داخل دیسکریپشن میذارم و در طول ویدیو این بالاها واسهتون نمایش داده میشه و حتما پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو ببینید. و واسه این که بدونید که این بازی های وحشتناک چی هستن و چطوری میشه اونا رو انجام داد، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کانال بنده از من و سبک من حمایت کنید و حمایت های شما باعث افزایش ویدیوهای این کانال میشه. پس بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. اولین و ترسناکترین بازی که میخوام راجبش صحبت بکنم که 100% همتونم میشناسینش، بازی ویجی بورده که در زبان ما بهش میگن روح احضار کردن. با اون برداری که روشون حروف مختلف و یس و نو داره و باید 2 نفر باشن که دستشون رو روی اون لیوان و اون چیزی که خود بازی داره بذارن و با سوال کردن از روحی که اونجا هست جواب بگیرن. ویجی بورد یکی از قدرتمندترین وسیله های جادو روی زمینه. دستگاهی که باهاش میشه با دنیای ماورا ارتباط برقرار کرد، اما واقعا ریسکیه. ممکنه بعضی وقتا کار نکنه، اما همون یه دفعه‌ای هم که کار بکنه دیگه کارتون تمومه. وقتی شما از یک روح درخواست میکنید که باهاتون صحبت بکنه، یعنی اینکه شما بهش اجازه دادین که باهاتون صحبت بکنه و ممکنه اونا هدفشون صحبت کردن با شما نباشه و هدفهای وحشتناکتری داشته باشن و با خودشون فکر میکنن چون شما بهشون اجازه دادید وارد زندگیتون بشن و هر کاری که دلشون بخواد رو انجام بدن و شما شاید بگید که ما قصد داشتیم که فقط وقتمون رو بگذرونیم و چون یه مهمونی داشتیم تصمیم گرفتیم که با دوستامون یه روح احضار کنیم، اما اونو اصلا اینطور چیزا حالیشون نیست. ویجی بورد همونطور که گفتم یه دستگاه قدرتمنده و کاری که میکنه اینه که یه پورتال و یه دروازه بین دنیای ما و دنیای ماورا باز میکنه و خیلی از اجنه ها و ارواح میتونن از طریق اون دروازه وارد دنیای ما بشن و مهم اینه که شما اون دروازه رو کجا باز کردید. شاید توی خونتون باشه، شاید خونه دوستتون باشه و حالا شاید واسهتون سوال شده باشه که از این دروازه چه نوع ارواحی میتونن وارد بشن. باید بهتون بگم که هر نوع ارواحی میتونه وارد بشه، ارواح خوب، ارواح بد، ارواح مسلمون، ارواح کافر، هر نوع اجنه و ارواحی میتونن وارد خونتون بشن و اینطوریه که شما یه در توی خونتون باز کردید و هر کسی که دلش بخواد میتونه وارد خونتون بشه. بذارید یه مثال واسهتون بزنم. فکر کنید که شما رو گذاشتن توی یه داروخونه بدون اینکه هیچ اطلاعاتی داشته باشید. توی اون داروخونه شما میتونید یه دارویی مصرف کنید که به رشد بدنتون کمک کنه و میتونید یه دارویی استفاده کنید که در جا شما رو بکشه و شمایی که اطلاعاتی ندارید ممکنه با یک دارو رشد بدنتون رو چند برابر کنید و ممکنه با یه دارو خودتون رو بکشید. و دقیقاً دنیای ماورا هم همینطوره. وقتی شما اطلاع ندارید که قوانینش چطوریه باهاش نمیتونید بازی کنید و اگه این ریسک رو انجام بدید و به چشم یک بازی بهش نگاه کنید شاید تا آخر عمرتون درگیر دنیای ماورا و موجوداتش بشید. و اینم بهتون بگم که ارواح خیلی زیرک و خیلی مرموزن. برای مثال شما قصد دارید که روح مادر بزرگتون رو احضار کنید و باهاش حرف بزنید، اما یه روح شیطانی خودش رو به جای مادر بزرگ شما جا میزنه و باهاتون ارتباط میگیره و شما دقیقاً نمیدونید که اون روح واقعاً چیه و از اون طریق وارد زندگیتون میشه. پس قبل انجام دادن هر کاری به عواقب لامصب اون کار فکر کنید وگرنه خودتون ضرر میکنید. دومین بازی که میخوام راجبش صحبت کنم بازی و چالش آسانسوره. بازی آسانسور در واقع میگن که یه بازی هستش که یک درگاهی رو به دنیای موازی باز میکنه و شما میتونید با این بازی وارد یه دنیای دیگه بشید. حالا چطور این بازی رو انجام میدن؟ واسه انجام دادن این بازی شما حداقل باید یه ساختمونی پیدا کنید که حداقلش 10 طبقه داشته باشه
و حتما باید تنها این بازی رو انجام بدید. بازی آسانسور در واقع یه جور بازی با اعداده که یه ویدیو هم در مورد اعداد ساختم که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و حتما پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو هم ببینید. همونطور که داشتم میگفتم بازی آسانسور در واقع با اعداد انجام میشه که شما رو وارد دنیای موازی میکنه و اینطوریه که شما وقتی وارد آسانسور میشید اول میرید طبقه دوم، بعد طبقه ششم، بعد دوباره طبقه دوم و بعدش طبقه دهم و در آخر هم طبقه پنجم. اینجاست که داستان جالب میشه. وقتی به طبقه پنجم میرسید میگن که یه زن جوون وارد آسانسور میشه و شما نباید بهش نگاه کنید و نباید جواب سوالش رو بدید. و سوالی که ازتون میپرسه اینه که داری کجا میری؟ باید کاملا سکوت کنید و اصلا بهش نگاه نکنید و طبقه همکف رو انتخاب کنید و اینجاست که اون خانوم میره و بازی تموم میشه. اما جالب اینجاست که یا شما به طبقه همکف میرید و یا اینکه اگه بازی رو درست و صحیح انجام داده باشید به طبقه دهم میرید به جای طبقه همکف. اگه به طبقه دهم برید و درا باز بشه یعنی اینکه شما وارد یه دنیای دیگه شدید، دنیایی که شبیه دنیای ماست اما دنیای ما نیست و فرقش اینه که اونجا تمام چراغا خاموشه و هیچ کس به غیر خودتون اونجا وجود نداره و اونجا خودتون تصمیم میگیرید که آیا پیاده بشید یا پیاده نشید. اما اگه پیاده بشید حتما باید یادتون بمونه که از کدوم آسانسور پیاده شدید، چون اگه نتونید اون آسانسور رو پیدا کنید تا ابد توی اون دنیا گیر میکنید. و ترسناکش اینجاست که خیلیا پیدا کردن آسانسور براشون سخت میشه به خاطر اینکه توی اون دنیا حواستون به هیچ چی نیست و یه جورای گیج هستین و بعد اینکه توی اون دنیا چرخیدین و میخواستین برگردین به دنیای خودتون باید وارد همون آسانسوری که ازش پیاده شدید بشید و دقیقاً همون کارهایی که قبلا انجام دادید رو بکنید تا به طبقه همکف برسید. اما یادتون باشه که وقتی به طبقه همکف رسیدید و یه جورایی حس کردید که همه چی عجیب و غریبه و یه حس بد بهتون دست داد، بدونید که اون دنیا دنیای شما نیست و شما باید چند بار این کار رو تکرار کنید تا وارد دنیای خودتون بشید. و این بازی‌ها رو خودم به شخصه انجام ندادم که ببینم چطوریه واقعا که آیا کار میکنه یا کار نمیکنه، اما میگن که انجام دادنشون واقعا ریسکیه. ولی خب در آینده اگه حمایت کنید حتما این چالش ها و چالش های خطرناکتری رو هم انجام میدم. پس حتما حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. خیلی خوب برعکس اینم از این ویدیو بود که امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. دم همتون گرم که این فیلم رو تا آخر تماشا کردید. خیلی دوستتون دارم. عشق من اینو. فیلم های بعد میبینمتون.